خب بریم برای ساختن یک کریر فوتبالی دیگه با یه فیلتر. هر 3 سال میخوام استرایکر باشم و تو اروپا هم شروع کنم. خب هیچ وقت اولین دفعه که میخوام شروع کنم یه تیم درستایی بهم نمیاد. تورینو واقعا تو آکادمی تورینو من 18 سالم شد، به نظرم تورینو منم خیلی بهتره برام. 21 سالم شد، فقط 1 میلیون یورو برم رئال سوسییداد برام بهتره قطعا. تیم بعدی الهلال. آخه واقعا من الان از اروپا بیام تو آسیا میخوام چیکار کنم؟ الهلال. بایرن قطعا میرم بایرن. 106 میلیون یورو منو خرید، ولی خب 30 سالم شده، پیر شدم دیگه، به درد نمیخوره. الان چند تا چمپیونز لیگ میگیریم، چند تا لیگ میگیریم با بایرن که هر سال داره لیگ میگیره، چمپیونز لیگ چند تا میگیریم. اوه هیچ کلابی دیگه منو نمیخواد، هیچ تیمی منو نمیخواد. پیر شدم دیگه، 39 سالم شده، هنوز بایرنم، سرمربی شدم. چند تا بازی 946 تا بازی کلینشیت که اصلا به من ربطی نداره. هیچ وقت یه تیم درست حسابی به من نمیده که بتونم چند تا چمپیونز لیگ درست حسابی باهاش بگم. 106 تا پاس، 852 تا گل زدم، اندازه تقریبا مسی گل زدم من. کارت قرمز 14 تا کارت قرمز منطقیه، تقریبا هر یکی دو سال یه دونه کارت قرمز. 5 تا لیگ گرفتم. بیا 8 سال رفتم بایرن، کلا 5 تا لیگ گرفتیم. بایرن که هر سال داره لیگ میره، این شانس ما. 4 تا چمپیونز لیگ، چجوری 5 تا لیگ گرفتیم؟ 4 تا چمپیونز لیگ، یه دونه هم جام جهانی، 2 تا هم توپ طلا. عالیه.